من فائقه آتشین که از کودکی منو گوگوش صدا می زدن. در خانواده متوسط از نظر مالی بزرگ شدم. مرحوم پدرم صابر آتشین منو در 3 سالگی به روی صحنه برد و من از اون زمان نانآور خانواده شدم. امروز به جز کامبیز پسرم و نوه های گلم هیچ چیز ندارم. فقط میبخشید. فقط دلم به عزیزان وفاداری خوشه که شما هستید و تعداد اندکی دوستان خوب. من با شما زندگی میکنم و با شما نفس میکشم. بی نفس شما هیچم.